خیلی خوشحالیم که با یه ویدیو دیگه در خدمت شما هستیم. امروز اومدیم با یه خواننده جدید. خیلی جدیده. آره تا حالا ازش گوش ندادیم و یکی از دوستان معرفی کرده. بریم، اسم آهنگش هست $1,000,000. خواننده رو اسمشون نمیگم، بریم با هم ببینیم که چیکار کرده. Let's go. اسم خواننده هست فرزانه خورشید. فرزانه خورشید. $1,000,000. ببینیم که خیلی هم معروفه و موزیک ویدیوی انگار خری هم داده. سال 2024 هم داده، پارسال تقریبا. اوه چه سیسی داره. آره چه بچه‌ایه. آفرین. تمیزه، هم خوشگله، ولی خب عملم داره. ولی خب شلوار بک هدفون خوبه. هلیکوپتره بره ببینیم چطوره. چه سیسی داره. گنگه. چه جالب شروع شد تا الان. خوشگله واقعا. صافه همه چیش. دماغش صافه. آره. خب فکر کنم این از اون دافاییه که خیلی طرفدار داره توی تاجیکستان. اوه لباساش ارتشی دیگه، فاز ارتشی داره. ببینید این رنگ ارتشی، سبز ارتشی. کلاقیه ولی کتش اصلا دوستش نداری؟ رنگش نمیاد به لباسش، اصلا سبکش نمیاد به لباسش. ولی چه خوب شروع کرد. چه صدایی داره. ولی چی؟ ولی بریم جلو ببینیم چی میشه. آره خوشگله. $1,000,000 میدونن کی دارم مرا دوست داره. اوه چه جالب. میگه $1,000,000 میدونم که داره منو دوست داره. مرا دوست داره. چه باحال. داره $1,000,000 داره. $1,000,000. تسلا رو برده وسط چیزی تراک همچین چیزی اسمش. چقدر باحال بود. ببین نگاه، این به این میگن هنر واقعا. با یه کلمه داره ولی با بیت میزنه داره $1,000,000. چه باحال. آفرین. چه موهایی داره. آره چه موزیکی هم هست. بیتش هم خفنه. آها لباسش عوض شد. این خوبه. اصلی دلک بگو کسلی. آها اینجا خورده ساده تر شد ولی بازم خوبه. ولی آرایش چقدر تاثیر میذاره صورت آدم. پشمام. بچه‌ی پشی گذری وای خشم ولا خش نظری. عاشق زاری تو ولی میدونم. عاشق بیت باحالی داره. رقص در آورد. آره واقعا. خواهی شکات ای چشمکات میخونم. $1,000,000 ای دوست میداری $1,000,000. این الان داشت به اون میگفت $1,000,000 داری دوستم. عاشق پولیاره. آهن پرست. خیلی خوشم آمد اینجاش. داره قربونت برم من. دیگه عاشق این پوله. نگاه کن این مارمولک دلار $1,000,000. آره دیگه تا اینجا فقط همینو گفته. آره ولی خب نه یه سری چیزا میگم ما نفهمیدیم. بیشترش خوش. این تیپش خوبه. چه خوبه. آره آفرین. وای اونی که دستشه چیه؟ تمساح. چه تمساه. وای من میترسم. میدونستی همون کوچولو میتونه انگشتش قطع کنه. عجب حرومزاده ایه. نه عجب آدمی. قاسم یادم اینه یه آهنگاشو قبلا گوش دادیم، حالا بعدم بهت میگم گیه. من که چرا دیگه گوش دادیم.
کامری هم داره، اینو ندیده بودی من شنیه. عزیزم ببین جاره، عزیزم ببین. بچه ها ببینی تمیزه. افرین. یاد اون یارو افتادم، بزن عقب، یه بار دیگه بزن عقب، بزن هی پخش بشه. آها اون چیزه. میگه فقط یه روز اومده خونه ما چه خوبه لنز گذاشتن. مشکی نگاه کن، مشکی چقدر خفن، اصلا رنگ مشکی آدم مشکی رنگ مورد علاقه منه. واقعا خوابت نبره؟ نه خمیزت گرفت؟ بیاره ولی من لباس مشکی رو دوست دارم. آره لباس مشکی قشنگه. تمساها رو دوست دارم ولی میترسم باش، خیلی ترسناکن. دوست داری مرا یاری وفاداره سر تا پا دلاره ببین میگه چی؟ یار وفادار از حتی با طلا. هوساره نشکن قلبی ماره آها میگه نشکن قلب ماره، حواست باشه ماست به ما نخوره. ماره ولی لب مواشو جلمل زده یه خورده عمل. چرا عمل داره؟ چرا داره دیگه معلومه. خب کم زده اینطوری. قیافه اون اولش هم خوبه. من تو زدیم تو کار قیافه ای و باید بریم تو رئالیتی شو این مد باید بریم تو کار دنیای مدلینگ. این خوبه، این لباسش خوبه، لنزاش هم خوبه. چقدر رو رنگ پوست تاثیر میذاره رنگ میشه. استایل مهمه به نظرم. خیلی من این حال کردم با این دارش. میلیون دلار اون اول ویدیو نچرخیده بود ببینیم چی داره. الان نگاه ماره، نگاه خط میکشی. به نظرت عمل کرده؟ ها؟ نمیدونم. همه دارن عمل میکنن آخه. دیدی یه ویدیو بهت نشون دادم دختر کونش مال خودش نبود انگار. اون خیلی ساده بود. یکی بود پاش انقدر بود یه بود انقدر کونه بود. نه خیلی اینطوری بود، این پاش لاغر بود. مکعب بود. بیزی بود. فیکه اصلا آدم میفهمه. این نه این فکر نمی کنم. این چرا؟ فیکه؟ آره میتونه باشه. خب بعد دکترش خوب بوده شاید. آره نه اصلا بهش این اصلا این عملم به هر کسی نمیاد. آخه ببین این خودش یه خورده درشت هم هست از لحاظ دست و پایی. من زدین تو کنی شخصیت شناسی. میلیون دلار. من فهمیدم. لیریکسش هم یکی دیگه نوشته نگار، 2 نفر دیگه نوشتن. فهمیدین کیه؟ آره فهمیدم. بچه ما یه آهنگ اینو قبلا گوش دادیم. آره اسم آهنگش جومن آرنجی بود. میگه هی جومن آرنجی. فکر کنم کنسرت بود. آره تو مایای کنسرت بود. زنده بود. آره خیلی باحال بود. اون مامان من هم خوشش اومده بود ازش. و مرسی که تا اینجا ویدیو همراه ما بودید. ویدیو باحالی بود، موزیک ویدیو باحالی بود، خیلی خانم خوشگل و زیبایی بود، کیفیتش هم بالا بود و پولم توش خرج شده بود واقعا. ما تازه از خواب بیدار شدیم ببخشید. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه ما بودید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید حتما سابسکرایب کنید، لایک کنید و زنگوله رو هم بزنید. برای دوستاتون هم حتما بفرستید. خیلی دوستتون داریم. فعلا خداحافظ.